سلام به همه هموطنان عزیزم. لطفا این ویدیو رو ببینید. مهمه، خیلی هم مهمه. این عکسی که این پایین دارید می‌بینید چالشی که خود این رژیم درست کرده برای مصادره مبارزه شما کف خیابون‌ها. با جملات احساسی شروع کرده، مرداش به اشتراک بذارن. من از گرانی خستم و معترضم. یعنی شما وقتی وارد این چالش میشی، سندی دست این رژیم میدی که میتونه ببره تو محافل بین‌المللی و بهش استناد کنه و بگه مردم امروز فقط به گرونی‌ها اعتراض دارن که عامل شما غربی‌ها هستین که این کشور رو تحریم کردین، این رژیم رو تحریم کردین. چرا میگن این روزا باید آگاهیتون رو زیاد کنید که به دام نیفتید؟ به خاطر این میگم. من یکی از همین چالشایی که گذاشته بودن رو رفتم بررسی کردم ببینم آیا صحت داره یا نه. بعد نگاه کردم کسی که این کار رو راه اندازی کرده بود یا آخوند بود. همونطور که تو صفحه نگاه میکنید این مادر حرومزاده ولد زنا اومده چیکار کرده؟ این چالش رو راه انداخته که مردم رو به این سمت بکشونه که آقا مشکل ما فقط گرونی، اگه گرونی نباشه اولا 45 ساله وقت داشتید گرونی رو درست کنید، چرا انجام ندادید؟ دوما مشکل ما شما کفتارایی هستید که 45 ساله داری از خون جوانای مملکت ما میمکی. ما نمیخوایم شماها رو ببینیم. اینو حتما در نظر داشته باشید، گول نخورید.